بسم الله الرحمن الرحیم. وقصد خیال اخلاق خی چی است؟ میگه اخلاقی است که وقصد فی مشی که در راه رفتنت میانه رو باش. اقتصاد در راه رفتن، قصد اینجا کلمه قصد اقتصاد. چرا اقتصاد میگن؟ به خاطر که اقتصاد میگن اقتصاد از کلمه قصد گرفته شده. این در قرآن قصد به معنای چی است؟ قاف صاد به معنای میانه روی در بین افراط و تفرید. و انسان‌های اقتصاددان کسایی هستند که در امور اقتصادی خود افراط و تفرید نمیکنن. پس اینجا میگه وقصد فی مشیک، میانه روی بکو در رفتار خود. واغضض من صوتک، صدایت زیاد کوشش کو که پست باشه. غض به معنای پستی هست. واغضض یعنی پست بساز، پایین بساز صدایت. زیاد چیغ نزن که دو صنف گپ میزنی این صنف دیگه گپایت میرسه، چیغ زده میری. چرا؟ میگه این انکر الاصوات، منکرترین و زشترین صداها میگه لصوت الحمیر، صدای مرکب هاست. مرکب ها، الاغ ها صدای بسیار بلند دارن و صدایشان بسیار زشت است. یک دانشمند میگم کل صداها را ثبت کرده بود، آواز شناسی میخواند در ادبیات. باز میگه وقتی کل صداها را که ثبت کرد دید که در نرمی که جور کرده خرابترین صدایی که در نرم برابر نمیه صدای همی مرکب هاست. یعنی قرآن اعجاز علمی قرآن است که زشترین صداها کدام صداست؟ صدای از اینا. پس چرا خود تشبیه میکنی با یک حیوان ضعیف؟ تو انسان هستی، کرامت الله برات داده، از این خاطر زیاد در صداهای چیغ و صداهای بجای نکن. علم ترى و آیا ندیدن این مردم ان الله یقین که الله متعال سخر لکم، مسخر کرده بر شما ما فی السماوات، آنچه را که در آسمان هاست، و ما فی الارض، و آنچه که در زمین است، و اسبغ علیکم، و اسبغ یعنی کامل و پورا ساخته است، علیکم بالای شما، نعمه نعمتهای خود را، نعمتهای ظاهرتن که ظاهر از به چشم میبینی، و باطنه و دیگر نعمتهایی است که در باطن است، پنهان است، شما او را نمیبینین، شما او را دیده نمیتونین. ظاهرتن آشکارا و باطنتن پنهان. و من الناس، و بعضی از مردم ها، من کسانی هستند که یجادل فی الله، که مجادله و بحث و گفتگوی زیاد میکنن، فی الله در مورد الله، ذات، صفات، وجود، تمام عبادات و صفات الله، بغیر علم، بدون علم که اینا از قرآن و سنت خوانده باشن، ولا هدن و هدایت هم نیستن، ولا کتاب منیر و کدام کتاب آشکار روشن هم ندارن. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که برشان گفته شود که شما مطابقت بکنید از آنچه که الله نازل کرده. بازی مردمای جاهلیت، یک صفت مردمای جاهلیت چی است؟ که اینا پدر سالاری میکنن. ما و شما 5 قسم سالاری داریم. سالار کسی که قانون میسازه، کسی که ارزش ها را تعیین میکنه او را سالار میگن. کسی که ارزش ها را تعیین میکنه، ارزش ها خوب، بد، حلال، حرام، حق، باطل، درست، غلط. 5 قسم سالاری است. یک قسمش توحیدی است، 4 قسمش مشرکانه هست. او قسم اولش که توحیدی هست خالق سالاری هست. ما مسلمان ها حلال و حرام، خوب و زشت، حق و باطل، درست و غلط، کل زیر بر ما الله نشان داده و تعیین کرده که این حق است، این باطل است، این خوب است، این غلط است، این حلال است، این حرام است. این خالق سالاری میگن. قسم دومش انسان سالاری هست. انسان سالاری مردم های سیکولر و بیدین که اونا میگه سالار خود انسان است. پس این انسان میگه میتونه که با عقل خود خوب، بد، حلال، حرام، جایز، ناجایز تعیین بکنه. از این خاطر میگن که حکومت مردم توسط مردم برای مردم. یا سالاری خالق سالاری قبول ندارن، میگن انسان سالاری. انسان است که ارزش ها را تعیین میکنن. مارکسیست ها میگن مارکس تعیین میکنه، دموکرات ها میگن که پارلمان تعیین میکنه. به این قسم مکاتب فلسفی و مکاتب فکری انسان سالاری. سوم قسم احبار سالاری هست.
احبار سالاری است که یهودیا امو علمای درباری خود حق میدادن که برشان حق و باطل و حلال و حرام تعیین بکنن. الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس احبار علمای درباری که احکام ضد شریعت الله میسازن، اینا چی میگن؟ احبار سالاری. قسم چهارم رهبان سالاری است. رهبان یک تعداد مردمی هستند که در کلیسا ترک دنیا کردن، ازدواج نمیکنن، یا بر از اونا صلاحیت میتن که برشان چی کنن؟ حلال و حرام تعیین بکنن. پس خالق سالاری دلیلش له الحکم، لله ملک السماوات والارض، الله خالق كل شيء. دلیل انسان سالاری چی هست؟ افرأیت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدین کسایی که معبود خود کی را گرفتن؟ نفس خود را گرفتن، یعنی انسان را گرفتن. از احبار سالاری اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. از رهبان سالاری هم آیت است که و رهبانهم. و قسم پنجمش پدر سالاری هست. پدر سالاری یعنی که اینا به عوض شریعت الله قوانینی را که پدرایشان ساخته امی هست. دلیلش چی است؟ دلیلش امی آیت قرآن است. و اذا قیل لهم اتبعوا، وقتی که بر انسان هایی که پدر سالاری میکنن مردمای جاهلیت هستند، وقتی که برشان گفته شود که اتبعوا شما متابعت بکنین ما انزل الله، از آنچه که الله نازل کرده قرآن و سنت، میگن ای قالو، میگن بل نتبعوا، بلکه ما متابعت میکنیم ما آن قوانینی را که وجدنا علیه آباءنا، یافتیم به این قوانین پدرای ما را، چیزی که رواجهای پدری ماست ما امور عمل میکنیم. الله متعال میگه اولو کان الشیطان، آیا چنین نیست که شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، اینا را دعوت میکنه به طرف عذاب دوزخ. و من یسلم وجهه الی الله، و هر کسی که تسلیم بکند وجه جزء بدن انسان است روی، لکن هدف کل است. و هر کسی که تسلیم بکنه خود به الله متعال و هو محسن، در حالی که نیکوکار باشه، فقط استمسک بالعروة الوثقی، یقینا که اینی شخص به عروة الوثقی رسمان محکم چنگ زده هست که او قرآن عظیم شان است. و الی الله عاقبت الامور، و به طرف الله هست آخر و عاقبت کارها. و من کفر، و هر کسی که کافر شد، فلا یحزنک کفره، شما را جگرخون نسازید دعوتگرای مسلمان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، کفر ازی الینا مرجعهم جمیعا، به طرف ما هست، الینا مرجعهم به طرف ما از بازگشت از اینا، فننبئهم باز خبر میدیم ایشان را به معامله با آنچه که عمل میکردن. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا که الله متعال بسیار عالم است به راز صدرها و سینه ها. نمتعهم قلیلا، الله میگه یک متاع برشان میتیم اندک، ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ، باز اینا را مضطر و مجبور میسازیم و برمیگردانیم ایشان را الی عذاب غلیظ، به عذاب بسیار سخت. ولئن سألتهم، میگه از این مشرکینه که پدر سالار هستن، قانون الله را قبول نمیکنن، قانون پدرای خود تطبیق میکنن، همین مردم هم اگر پرسانشان بکنی که من خلق السماوات والارض، کی آسمان و زمین خلق کرده، لا یقولون الله، میگن که الله خلق کرده. قل بگو که الحمدلله الحمدلله، قدر خود میفهمین، بل اکثرهم لا یعلمون. از این خاطر میگه بسیاری کسا توحید ربوبیت قبول دارن، مشکلشان در توحید الوهیت است، عبادت الله را قبول ندارن، قانون الله را قبول ندارن. الله متعال توحید ربوبیت خود بیان میکنه که لله، خاص برای الله هست، حاکمیت ما فی السماوات، در آنچه که در آسمان ها هست، والارض، و در آنچه که در زمین است. ان الله، یقینا که الله متعال هو الغنی الحمید، ذات هست که الغنی و بی‌نیاز است و الحمید و بسیار حمد شده هست. الله متعال آل بیان میکنه که شما انسان ها هر قدر حمد الله را بگوین، هر قدر توصیف الله را بکنین، و هر قدر در مورد سخنهای الله سخن بگوین، حتی بحرها و آب بحر و درختها اگر قلم ساخته شوند، اینا نمیتونن که کلمات الله را تمام بکنن. ولو اگر ان ما فی الارض، یقینا آنچه که در زمین است، من شجرت، از درختها،
اقلام به شکل قلم ها ساخته شوند و البحر و آب بحرها به شکل رنگ ساخته شوند، یمده من بعده 7 ابحر، که باز این بحرها را 7 بحر دیگه، عدد به معنای زیادت است، یعنی بحرهای زیاد رنگ شوند. ما نفیدت کلمات الله، به پایان نمی رسد کلمات و سخنهای الله. ان الله، یقینا که الله متعال عزیز غالب است، حکیم با حکمت است. ما خلقکم، نیست خلقت شما، ولا بعثکم، و دوباره زنده ساختن شما، الا که نفس واحده، مثل خلق کردن یک نفس. شما اگر یک نفس ببینین، وقتی که الله متعال رو خلق میکنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پس خلق کردن یک تمام بشریت و دوباره زنده کردن تمام بشریت پیش الله مثل خلق کردن یک انسان است، یک مخلوق است، و تا یک مخلوق بسیار کوچک. الله حکمش با یک کلمه هست که کن، در یک امرش به میلیاردها میلیارد مخلوق زنده میشه و میلیاردها میلیارد مخلوق از بین میره. به این خاطر شما عظمت خالق متعال باید در قلبتان داشته باشید. ان الله، یقینا که الله متعال سمیع، بسیار شنوا هست، و بصیر، و بسیار بینا هست. الم تر، آیا ندیدی؟ ان الله، یقینا که الله متعال یولج اللیل فی النهار، داخل میکنه شب در روز، و یولج النهار فی اللیل، و داخل میکنه روز در شب، و سخر الشمس و القمر، و مسخر کرده بر شما آفتاب و مهتاب را، کل یجری الی اجل مسمى، تمام از اینا در حرکت هستند، در جریان هستند، تحت تاثیر الله هستند، و این جریان از اینا الی اجل مسمى، بر از یک وقت مقدر شده و مقرره از جانب الله هست. و ان الله بما تعملون خبیر، و یقینا که الله به آنچه که شما عمل میکنین بسیار باخبر است. این دلایل به خاطر چی است؟ ذالک، این همه دلایل، بان الله، به این که الله هو الحق، او ذات است که مستحق توحید است، یگانگی هست. و ان، و یقینا ما آنچه را که یدعون، اینا طلب میکنند مردمای بیدین، من دونه، بغیر از الله، به عبادت بتها و قبرها و سنگ و چوب و مخلوق اینا میرن، تمام از اینا باطل است. الباطل یعنی ضد توحید است، حق توحید است و باطل شرک است. و ان الله، و این هم یقین داشته باشین که الله هو العلی، ذات بسیار عالی مقام است، الکبیر، ذات بسیار بزرگ با عظمت است. الم ترى، آیا ندیدی که ان الفلک تجری فی البحر، که کشتی جاری میشه در بحر، به نعمت الله، با نعمت الله، لیوریکم من آیاته، تا که الله متعال نشان بده بر شما دلایل قدرت خود را. ان فی ذلک، یقینا که در امی هم لآیات، دلایل بسیار زیاده هست بر قدرت الله، لکن برای کی؟ لکل صبار، برای هر انسان که صابر نیوی، بلکه صبار، بسیار صبر کننده هست، شکور، بسیار شکر کننده هست. مشرکین طبعا مشکلشان در چی است؟ انسانهای بیدین مشرک مشکلشان در این است که اونا همیشه به طرف الله در سختی ها مراجعه میکنن، در غم قرآن میکنن، در سختی به قرآن رجوع میکنن، در بحر که بند ماند باز الله الله میگه. اما انسان مسلمان باید این قسم نباشه، در خوشی، در جوانی، در قدرت، در توانایی وقت باید الله را باید داشته باشی. الله متعال میگه و اذا غشیهم موج، مردمای بیدینه وقتی که اینا را بپوشاند موج از امواج بحر، که ذلل، مانند سایبان، باز به اینا را از 4 طرف بگیره، باز اونجا چی میکنه مردمای بیدین و مشرک؟ دعوا الله مخلصین، باز الله را بسیار با اخلاص طلب میکنن، دست دعا را به بارگاه الله بلند میکنن، زبان دعا را به الله باز میکنن، له الدین، باز تخصیص میتن دین خود را و عبادت خود برای الله.
اما باز مشکل مشرکا چیست که فلما نجاهم الی البر، باز وقتی که اینا را نجات بده در خشکه برسانشان، فمنهم مقتصد، باز بعضی ایشان چی هستن؟ باز یا مقتصد هستن، باز میانه روی منفیه که نصف عبادت بر الله، نصف عبادت بر کی میکنن؟ و مخلوقات میکنن. بعضی اقتصادها خوب است، بعضی اقتصادها بد است. در این قسمتی که در عبادت الله مخلوق شریک میسازی و میگی من میانه رو هستم، این میانه روی منفی است. همیشه باید آدم میانه رو نباشه. یگان دفعه آدم تو بسیار باید مستقیم باشه. حال نمیشه که من نصف عبادت بر مخلوق میکنم، نصفش بر الله میکنم، 50-50 میکنم. یک دفعه بر الله ذبح میکنم، باز دیگه دفعه به نام مخلوق. و ما یشهد، الله متعال میگه انکار نمیکنه به آیات از آیات ما، الا کل خطار کفور، مگر هر انسان وعده شکن ناسپاس. کفور کفران کننده و ناسپاس. یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا بترسین ربکم از پروردگارتان، واخشوا یوما، و بترسین. این توحید در خشیت است. توحید در خشیت یک بخشی از بخش‌های توحید الوهیت است. واخشوا و بترسین یوما، از روزی که لا یجزی والد عن ولده، روزی که جزا یا پاداش یا کار نمیته چی؟ والد، پدر، عن ولده، یعنی او به عوض از او عوضی گرفته نمیشه. ولا مولود، و نه هم فرزند هو جاز عن والده، که او جزا داده شود یا عوضی داده شود از پدرش. شه یعنی هیچ چیزی که گناه پدر پسر بگیره و از پسر پدر بگیره. ان وعد الله حق، یقینا که وعده الله حق است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس شما را مغرور نسازه زندگی دنیا. ولا یغرنکم، و شما را مغرور نسازه بالله الغرور، به الله متعال. الغرور، شیطان فریب دهنده و غرور دهنده، شما را مغرور نسازه همین غرورهای شیطانی در مقابل توحید الهی. ان الله، یقینا الله متعال که است عالم غیب است. عنده علم الساعه، یقین داشته باشین که علم الساعه، علمی که در کدام لحظه، در کدام دقیقه، در کدام ثانیه قیامت میشه، این علمش پیش الله هست. حتی پیغمبر نمیفهمه. چرا؟ حدیث عمر رضی الله تعالی عنه که میگه یک مجلس شیشته بودیم، در داخل از این مجلس میگه نشسته بودیم که یک کسی اومد بیاض ثیاب، لباساش بسیار شدید بود، سفیدیش بسیار، ریش هم خوب سیاه بود، آثار سفر دو دیده نمیشد. اما حدیث طویل است، عمر رضی الله باز پرسان کرد از رسول الله صلی الله علیه و که اسلام چیست و ایمان چی هست و احسان چی هست. باز وقتی که پرسان شد که از قیامت چی میفهمی، رسول الله صلی الله علیه و گفت که ما در این قسمت علم ندارم، ما المسئول عنها باعلم من السائل، تو خود از مکه خوبتر میفهمی. یعنی جبریل میفهمه که تو که ملائکه هستی قیامت نمیفهمی، ما خود نمیفهمم. چرا؟ اینجا علم الساعه قیامت مخصوص الله هست، الله میفهمه، پیغمبر نمیفهمه. پیش پیغمبر همین یک چیز غیبی هست، اما علاماتش پیغمبر گفته هست و او علامات هم پیغمبر به اساس وحی گفته هست. یکی غیب است، یکی اخبار از غیب است. غیبی است که خود یک کسی یک چیز غیب بفهمه، اخباری است که تو نمیفهمی اما برات خبر داده میشه. پس پیغمبرها اخبار از غیب میکنن توسط وحی. پس علم ساعت یا لحظه قیامت این مربوط الله هست، یک غیب. غیب دومی است که و ینزل الغیث، ای که الله متعال چه وقت در کدام منطقه باران میکنه، این علمش مربوط الله هست. اما وقتی که باران میشه در طبیعت الله متعال بعضی از علامات را خلق میکنه. بسیاری وقتا اداره هیدرومترولوژی بعضی اداره ها هست، اما علامات
که ظاهر میشه که نشانه هست برای چی که در این منطقه باران میشه. بعضی اوقات مثلا در تاجیکستان ابر است، ابر حرکت داره به طرف افغانستان، اداره هیدرومترولوژی امی اندازه چی رو میبینه؟ سرعت ابر و حرکتشه و جهت حرکتشه. این توسط وسایل باز تخمین میکنه که این ابر فردا به این منطقه میرسه، صبح ساعت 10 بجه امکانات بارندگی هست. این علاماتی هست که ساینسدانا از طریق علاماتی رو میفهمن. اما ای که الله در کدام منطقه چه وقت میبارانه و اونجا باید باران شوه، این علمش مربوط الله هست. این هیچ کس نمیدانه. از این خاطر بعضی اوقات است که ساینسدانا تخمین میکنن که بعد از این در افغانستان چی باشه، خشکسالی شاید دوامدار باشه، اما یک دفعه میبینن که آثار باران و علاماتش دیده میشه، میگن نه برف میباره. پس ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام، و الله متعال در رحمهای مخلوقات سرنوشت اینمی طفل میفهمه که ای کافر میباشه، مؤمن میباشه، سعید میباشه، شقی میباشه، رزقش در کجا هست، در کجا میمره، ای کلش مربوط الله هست. اما بعضی چیزهای ساینسی هست که مثلا وقتی که یک طفل از شکل کروموزوم های جنسی بالاخره از این نطفه مثلا بالاخره در رحم مادر ایجاد میشه و بالاخره با گذشت زمان ای کم کم کلان میشه و کامپیوتر میتونه که امو طفلک در داخل رحم مشاهده بکنه. ای از حالت غیبی به شکل محسوس آمده است. بنابراین علم آنچه که قابل حس است او را میتونه برای ما و شما بگه که امی طفلک بچه است یا دختر است یا چی مشکل داره و چطور. خب چی عکس تو را بگیره، چی عکس از طفل، کامرا فرق میکنه. یک کامرا عکس ظاهری ما را گرفته میتونه، یکی دیگه کامری است که میتونه از بطن مادر هم چی کنه، تصویر بگیره. این کلش محسوس است. در مسائل محسوس ساینس میتونه که کار بکنه. اما این طفل سعید است یا شقی هست، زندگی داره یا از بین میره، چند سال زندگی میکنه و آینده ازی چی قسم میباشه، چند سال عمر داره، اینا کل ازی در رحم ها که میباشه تمام ازی مربوط الله، غیب الله هست که با زور الله تعیین میکنه که چقدر وقت زنده باشه، در کجا زندگی بکنه، چی بخوره، چه وقت بمره. این کلش مربوط الله هست. و ما تدری نفسون، و نمیفهمه یک نفس که ماذا تکسب غدا. خب مثلا ما و شما پلان فردای خودم داریم، از یک مابعد خودم داریم، لکن بسیاری وقتا ما و شما یک پلان می داشته باشیم که صبا از فلان جوان عروسیش باشه به حساب پلان ما و شما، اما نمیفهمیم که آیا فردا حقیقتا عروسی از این می باشه یا نمی باشه. ما منتظر از این بدیم که در این هفته دیگه به خیر خورزاده ما عروسیش باشه. در تقسیم اوقات کل ما این بود که این خورزاده ما چی میشه، مادرش، پدرش، فامیلش کلش میگفتن که عروسیش است. اما در بالا نوشته شده بود که دمی روزایی که شما مواد را که برای عروسیش گرفتین ایده جنازهش مصرف میشه. موتورسیکلش تکر کرد. اما روزایی که تخصیص به عروسیش ما داده بودیم او به چی تبدیل شد؟ به جنازه شد، تعزیتش تبدیل شد. پس و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. از این خاطر هیچ کسی نمیتونه فردای خودم 100% پیش بینی بکنه. ما تقسیم اوقات جور میکنیم، صبح بخیر میرم پانتون، تو دیگه خوب خود آماده کردی که دیگه همه یک رخصتی است، شیرلالایت مرده رخصتی رو اعلان کرده، کلش باز چی میشه؟ تقسیم اوقاتت کلش چی میشه؟ گدوت میشه. پس تصمیم گیری هایی که در طبیعت صورت میگیره، آینده هایی که ارتباط میگیره به الله هست. از این خاطر به فالبین و به جادوگر و به فلان نتین. و ما تدری نفسون به ای ارض تموت. هیچ کس فکر نمیکنه که در کجا میمره. شاید ما و شما تو تصور بکنیم حالا من شاید در این منطقه بمرم، باز مرا دفن بکنین در فلانی جایی. بعضی کسا یک وقت سائل کنی که این نفر که اینجا بر خود قبرم جور کرده، بسیار دیندار متدین هم است، یک دفعه شیطان در دلش داخل میشه و میره امریکا. او حاجی صاحب در کجا مرد؟ او نه
کالیفرنیا قبرش است، اونجا مرد. پس حتی همون مرده خود انسان هم این گپا رو ما و شما خال بسیار زیاد میبینیم، بسیار کسا رو میبینیم. یک کسی میگه والا کجا میری؟ والا من میرم کجا؟ میرم اروپا. خب چی تقسیم اوقات داری؟ والا اروپا برم و باز اینجا تو زندگی کنم متکنم. این بیچاره خبر نداره که اونجا وقت و ملائکه گفته شده که در بحر اروپا این روحش قبض شود. حالی خودش تکت میخره میره در اون پیش بحر. دیدین نه؟ بسیاری کسا میگه روز از مرگ از اینجا خبر نداره که اصل مرگم در کجا است؟ در دریای اونجاست. اونجا باز یک کشتی کلان، کشتی که 40 نفر است، او 400 نفر بالا میکنه. یک وقت در این وسط کشتی صاحب کی هستین شما؟ میگه من ملک الموت هستم، من خواست پیش تو در افغانستان گریختم. گفت نه بر من مسیجی آمده بود که تو رو در اینجا روی تا قبض کنم، خدا که تو آمدی پیشم، اهلا و سهلا، چپیش کن. پس و ما تدری نفس به ای ارض تموت، و نمیفهمه یک کسی که در کجایی میمیره. ان الله یقین داشته باشین که الله علیم، عالم غیب است، خبیر با خبر است که تمام این چیزا پیش الله هست.